عزیز جون، به نظرم بعضی از رفاقت‌ها بوی گشنیز و لیمو میدن، یعنی همیشه تازه است. سلام جان قربان، چطوری؟ خوبی؟ قربونتو. یادم میاد اون موقع اصلا مامانم از قبل عادت نداشت که غذا زیاد آماده کنه بذاره، مخالف غذای کهنه خوردن بود. ما خانوادگی میدونی دیگه خودت خیلی به غذا اهمیت میدیم. مهم بود دیگه همیشه غذا که سر وقت باشه. بعدش میومد مینا از این که خونه هر کسی هر وقت اومد بره سر یخچال یه چیزی بخوره، یا مثلا یکی دیر میومد منتظرش نمونیم. این چیزا مهم بود تو خونمون. از اون ور فست فود به معنای بیرونیش در خونه ما جایی نداشت. یعنی این زن همبرگر رو هم خودش اصرار داشت که درست کنه. هرچی میگفتیم مامان این مزه همبرگر بیرون رو نمیده، بگذاریم. برای ما فست فودای مینا بود، فست فودای بیشتر گیلانی. مثلا یکی از اون چیزا پنیر برشته بود. فکر کن مثلا مینا میخواسته سبزی پلو با ماهی درست کنه، میرفته ماهی ها گرون بوده یا ماهی خوب نبوده و میومد. خب دیگه سبزی پلو هم سبزیشو گرفته بود، خورد کرده بود، سریع سبزی پلو رو میذاش از مدرسه میومد تون همه کاراش هم تون بود، دکمه های مانتوش هم تون باز میکرد. همینجور از مدرسه میومد به تاب مثلا باید یه نهاری میخوردیم و جمع میکرد و میشست و دوباره بعد از ظهر میرفت آرایشگاه یا شیفت بعد عصر، بعضی وقتا 2 شیفت کار میکرد، معلم ورزش بود. جانشو قربان بشم من. خلاصه دیگه آره، سبزی پلو میخوردیم با پنیر برشته، کره پنیر رو سرخ میکرد، پنیر ترجیحاً سیامزگی یا پنیر محلی تالش، پنیر محلی، پنیری که خشک‌تر باشه، سرخ میکرد، برگ سیر اگه داشت، شیوید که حتما بود و تخم مرغ میشکست روش. و چقدر من عاشقش بودم. ای کودکی من، مادر سختگیر من، سختگیر به ما، سختگیر به خودش. نه اصلا از بیرون غذا نمی گرفتیم ما. من یادمه که مینا حتی، نه فقط مینا، اصلا کلا خانواده ما، اصلا یادم نمیاد ما فست فود خورده باشیم. فست فود هم اصرار داشت خودش درست کنه. همبرگر هم زن تو باید خودت درست کنی. ما میخوایم بریم ساندویچی بشینیم همبرگر کثیف بخوریم با مثلا کانادا درای. نه اصرار داشت همه چی خودش درست کنه دیگه. ای مادر، تی جان رو بیمیرم.